برون خبرایی که شنیدیم ما اکثر وقت از طریق صفحات اجتماعی میشنویم. بالخصوص یک منبعی که بسیار معتبر است و بسیار خبرش موثق است، رادیو آزادی واقعیت بسیار نغز است، خوب خبرها را بدون فیلتر نشر میکنه، آگاهی مردم میرسانه و همچنین دویچوله ما بسیار میشنویم و دیگهش وقدر چون شخصی است مدار اعتبار نیست، همیار رو بسیار نغزتر میبینیم، اعتبار داریم و زیاد میشنویم. خبرایی که شنیدید چی است؟ چی شنیدید؟ چی دیدید؟ از جنگ بین روسیه و اوکراین. آخرین خبرهای شنیده بودیم که یکی از موضوعات گروه واگنر را شنیدیم. گروه واگنر در آخری در بلاروس فکر کنم اردوی آرمی ملیتری خود بلاروس تمرین میتن. همیار رو شنیده بودیم. حضورم امروز دین ساعت 3 شب مستقف فونده بودم. безпилотников. حاضر بین اینها یگان کشور نیست. خارجی ها نمیخوان صلح. برای همین نمیشد. اگر خارجی ها خواهند صلح، 1 ساعت در صلح میشد. بسیار خبرها همین جهان ها میشنویم بسیار. خیلی بعضی وقت دروغه. بعضی وقت خیلی خبرهای تازه هم هست. بین ایده باید همین یگان قصد کوش نشود. رهبریت این دیگر دولت ها باید چی شود؟ در سر این مسئله بیاد. این اوکراین گناهگار نیست. من نمیفهمم. آدمای تلفن داره تلفن میفهمم. شما تلفن پرستویا. تلویزیون داره، از تلویزیون رادیو میشنوید؟ وقت ندارم ولی تلویزیون تماشا کنم. پایگیری میکنید؟ از کدام چی بود تلویزیون رسانه؟ رادیو زودی. اخیرا خبری که شنیدید چی بود؟ اون زلنسکی قطعا اون گروه خواهی چی ناتو و چیکار کرده؟ من میخواهم که صلح شود که چرا همین جنگ تمام نمیشه؟ سببش نمیدونم. که مثلا کدام کشورها میتونن که میونرا شون صلح بیارن به این نظر؟ هم دولت ها و قدرت فقط میتونن یا دیگه هیچ کی نمیتونه. مثلا امریکا. ما همون روسیه را بودیم شنیده بودیم. در اینجا من استفاده نمیبرم. تلویزیون تماشا نمیکنم. در رادیو میفهمم که وقت گپ میزنن خیلی چی نیست. مقصد همون روسیه را بودیم هم خیلی جنجال بود اومدیم که مقصد وطن همینجا یک اسنگش که پرسیدم گفت که خینه در اونجا مقصد همین ایخنکی بسیار موریسیان بودم. هیچ معنی نداره که ایخنکی بسیار موریسیان نمیدونم. ایره کی میتونه؟ ایره کسایی که میتونه که سوم داره پول داره است یا نمیخوان یا به خاطر منافع شخصی خود میخوان یا کسایی میخوان که علم دارن، دانش دارن، اگر پول مادی ندارن معنوی علمیت دارن، دانش سرمایه معنوی دارن. مثلا کشورهای اسلامی بزرگاش از خرج گرفته تا کلان، کشورهای عربی کشورهای غربی مردمای پاک سچیشان خود ملایای مذهب خودشان و اروپایی و خود آسیایی، کشورهایی که مثلا منافع ملیشه به نظر به منافع شخصی زیادتر ارتقا میکنه، ملی را میخواه، مردم خلق خود خوش داره، آسایش خلق خود داره. اینی مردم ها کلش کلایشون یک جای شوند سرمایه‌گذاری کنن. مطمئن هستم بسیار یک روزی به که اصلا نام جنگ بگیری شاید کس خجالت بکشه.